روزتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. من محمد رضا و اینجا تریسیتی برو سکند چنله، فضایی که هر روز با هم دیگه تحلیل بیت کوین و اتریوم داریم. در کنارش کلی آلت کوین تحلیل میکنیم و یه سری نکات میگیم روی چارت که به خاطر اینکه توی لایو مارکت خیلی بیشتر جا میفته براتون و رفع اشکال خوبی میتونید داشته باشیم، مخصوصا امروز. بریم سراغ چارت که با هم دیگه تحلیل انجام بدیم. قبل شروع وبسایت بیتوینیکس بر اثر اینترنت ملی باز شده. چند تا نکته داره ولی ببینید، خب شرایط اینترنت رو همتون میدونید، پایدار نیست، هیچی استیبل نیست، حتی خود اپراتورها هم قطع میشن. یعنی بارها پیش اومده برای خود من که همراه اول مثلا 3 ساعت کلا هیچ دسترسی ندارم، آنتن ندارم، خیلی پیش اومده برام. یه سری نقاط تهران ایرانسل کلا کار نمیده. توی شرایط حال حاضر همین که بتونیم هزینه وی پی ان ندیم و بر بستر اینترنت ملی بتونیم ازش استفاده کنیم، بازم یه کارایی رو میبره جلو. حالا من پیشنهادی که به شخصه براتون دارم، URL ایرانیشو داشته باشید، bitwinx.win bitwinxvip.com که توی کامنت براتون میذارم. تریدتون رو انجام بدید، کاراتون رو بکنید، استابلاس از قبل ست کنید هر پوزیشنی که باز میکنید لطفاً. و اینکه هر صرافی ارز دیجیتالی که کار کنید شما آلردی، یعنی از قبل پوزیشن روی کراس ست شده. من یکم بیارم بالاتر. پوزیشن روی کراس ست شده، پس شما بیارید بذارید ایزولیتد. و اینکه از قبل یه سری برنامه‌ریزی‌ها رو داشته باشید، مثلا 20% کل سرمایه‌تون که درگیر فیوچرز کردید توی صرافی باشه، به جاش لورج بالاتری استفاده می‌کنید. اوکی، همه چیز فیکسه. حالا شما استفاده بکنید، استابلاساتون رو قبل اینکه پوزیشن باز کنید ست کنید لطفاً. یه تارگت نهایی هم بذارید، مثلا ریسک ریوارد 20 تارگت نهایی بذارید برای خودتون. اوکی دیگه، همه چی عالیه. بدون استفاده از وی پی ان استفاده بکنید. اگه دیدید یهو اتفاق خاصی افتاد، مثلا وبسایت همون لحظه لود نشد، کلی اتفاق دیگه افتاد، من بهتون پیشنهاد میکنم که یه وی پی ان حجم کم هم داشته باشید با bitwinx.com. برید سری مثلا سیو سودتون رو کنید، استابلاستون رو انجام بدید، این کارا رو برای اون کنید. ولی تمام تلاشتون رو کنید که از bitwinx.win و bitwinxvip.com استفاده کنید. این میتونه به نفعتون بشه. و هر کمکی هم از دست ما برمی اومد توی دایرکت اینر سیرکل بگید. این فضا رو تریسیتی پرو بالا نیاورده ها، این فضا برای خود بیتیونیکسه، لطف کردن بر بستر وبسایت ایرانی بالا آوردنش، امنیتش اوکیه، مشکل آی پی نمیخورید، همه چی استیبل، خدا رو شکر. تو اگه اتفاقی هم بیفته ما اعلام میکنیم حتما توی کانال، پس اینجا برای ما نیست. بریم سراغ چارت. از بیت کوین شروع کنیم. توی تایم فریم هفتگی کندل ریجکتی بعدی داریم نمیزنیم واقعا، ولی بیشتر برای من تو ذهن من جنبه سیو سود داره. 1 2 3 4 حتی میشه گفت 5 6 تا کندل سبز زدیم. این کندل اگه $100 بالاتر بسته میشد کندل سبز بود، یعنی اونقدر خریدارا تلاش کردن که کندل سبز حسابش کنیم. اوکیه از نظر من. پس این میتونه کندل سیو سود بشه. و اینو یادتون باشه، هر چقدر روندها با سقف و کف بالاتری برن، این خودش تو تایم فریم پایینتر سقف و کف بالاتری داره دیگه، سقف و کفای مرتبی داره که به سمت بالا داشته حرکت میکرده. هر چقدر این اتفاق بیشتر بیفته، اصلاح عمیق و شارپ کمتر داریم. خبر رو باید بذاریم کنار، خبر اصلاح حساب نمیشه، خبره که آنی میاد. اصلاح های شارپ و عمیق‌تر کمتر داریم و خب این به روند بلند مدت ما کمک میکنه. اوکی. توی تایم فریم روزانه همچنان درگیر مقاومت 81990 که من به نظرم تا 86400 در صورت بریک اوت این فضا میتونیم حرکت داشته باشیم. فعلا هم حمایت مهم خاصی نداریم. تایم فریم 4 ساعته. یه چیزی رو بگم بهتون که امیدوارم مفید بشه. ببینید، توی سری از شرایط مارکت هست که تمام تلاشمون رو میکنیم که پوزیشن لانگ باز کنیم و حتی تاییدیه های کمتر داشته باشیم. پوزیشن لانگ و شورت فرقی نداره، چون روند داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که پوزیشن باز. ما اینجاها یه روندایی داشتیم، پس پوزیشن های خوبی باز میکردیم با هم دیگه، حواسمون به چارت بود. الان چند وقته که روند نداریم. اگه اینجا رو میشکوندیم شارپ میتونستیم حرکت کنیم ما تا $86000، ولی الان روند خاصی نداریم. تا زمانی که مارکت رونددار نشده، پیشنهادی که براتون دارم به عنوان کوچیک‌تر شما، یا میتونید هیچ پوزیشنی باز نکنید که این باعث میشه که از مارکت دور بمونید،
چارت رو چک نکنید، بی‌حوصله باشید و وقتی مارکت حرکت کرد کل چارت رو از دست بدید که من پیشنهاد نمی‌کنم این اتفاق بهتون. یعنی که میتونید آلارماتون رو ست کنید، اگه پوزیشن باز میکنید ریسک ریوارد رعایت بکنید، روی ریسک ریوارد 2 سیو سود انجام بدید، ریسک فری بکنید، به امید استابلاسی، به امید ریسک ریوارد بالا نباشید و برای خودتون استابلاس بخرید. چطوری؟ ما 3 تا پوزیشن باز میکنیم، یه دونش استاب میخوره، 2 تاش ریسک ریوارد 2 میگیره، مثلا رو ریسک ریوارد 2 میبندیم که برنگرده دوباره استاپمون رو بزنه ها، یعنی میبندیم چون روند خاصی نداریم. اینطوری ما در مجموع 3 تا ریسک ریوارد توی سودیم و همین باعث میشه که نقاط حساسی که رونددار شدیم و میتونیم بعد بریک اوت اینجا نیاز به تاییدیه های کمتری داریم و میتونیم پوزیشن های بهتری باز کنیم، جا برای استاپ خوردن داشته باشیم، اذیت نشیم. توی همین بازه زمانی رندر رو با هم دیگه باز کردیم، ریسک ریوارد 4، CFG رو با هم دیگه باز کردیم، ریسک ریوارد 6، از اون طرف کوین دیگه هم باز کردیم و کلی ریسک ریوارد برای خودمون خریدیم. حالا اگه شما باز نکردید اشکال نداره، فدا سرتون، کاملا اوکی، شرایط اینترنتی اونطوری نیست، ولی از B2X میتونید استفاده کنید. تریدینگ ویو هم توی بعضی مناطق بدون فیلترینگ داره بالا میاد و یه سری سایت های ایرانی هم هستن که بهتون چارت بدن که هزینه کمتری بابت VPN خرج کنید. دیگه انتخابشو سرچ کردنش به خودتون. ولی من خودم پیشنهاد میکنم این روش رو اجرا کنید، یعنی ریسک ریوارداتون رو بگیرید، سیو سوداتون رو انجام بدید، ریسک ریوارد 2 تا جا داشته باشید، موقع حرکت اصلی مارکت هم جا نمونید، هم از مارکت عقب نمونید، همون حرکت خوبی که ما میخوایم ما بگیریم. من توی استراتژیم به شخص اینطوریه که چند تا استاپ میخورم، چند تا ریسک ریوارد 2 میگیرم که بتونم جای استاپ لاس خوردن داشته باشم، یه پوزیشن هم یه امید داره که ریسک ریوارد 20 میده و دیگه کافیه برای ما. هم ریسک ریوارد 20 با ریسک 0.5% کافیه. 10% تارگت زدم و لپتاپو میبندم و میرم. اگه تحلیلگر نبودم واقعا کار دیگه ای نمیکردم. همین. پس بیت کوین به این نقاطه. این ویدیو بیشتر جنبه اتفاقاتی داشت، یعنی اینطوری بودم که توضیحات بیشتری بدم بهتون. برای پوزیشن شورت اینجا رو فعال کرده، من خودم نقطه ورود نگرفتم باهاش، پوزیشنی باز نکردم باهاش، ولی چون بکن آقای VPN، ولی در حال حاضر در صورت شکست 78 785 میتونیم یه پوزیشن شورتی باز کنیم. پوزیشن لانگ فعلا نقطه ورود نداره مگه اینکه بیاد چند بار اینجا نوسان بده و اینجا رو بعد بشکونه، اون موقع پوزیشن لانگ هم باز میکنیم. اوکیه. دامیننس بیت کوین، بذارید من وی پی ان رو فیکس کنم. خب امیدوارم فیکس شده باشه. دامیننس بیت کوین در صورتی که مارکت به سمت بالا حرکت کنه، دامیننس ریزشی باشه، یه سری اتفاقات خوبی میتونه بیفته، ولی الان بیت کوین داره میریزه، دامیننس هم کندلش قرمزه. بذارید ببینم، این قرمزه، این هم کندلش قرمزه به شدت بیشتریه، پس فعلا اونقدر آلت کوین ها ریزشی نداشتن، حتی بعضیاشون یکی در میون میبینید سبزم زدن. اگه بیت کوین 0.3% رفته بالا، مثلا TRX 1.5% پامپ کرد، اصلا میبینی شرایطش برعکس مارکته. نقطه ورود ما هم که فعال کرده. کاش من این کندل پوزیشن باز میکردم، نبودم پشت چارت. البته منطقی هم نبوده چون استابلاسش 2% بود، 0.2% بود. USDT دادی، این کفه همون نقطه‌ایه که دارم بهتون میگم تلاش میکنیم که یه پوزیشن لاین باز داشته باشیم، چون حرکتش تا 6.507 هیچ حمایتی جلو روش نیست، هیچ حمایتی نمیتونه از پسش بر بیاد، میتونیم تا اونجا حرکت شارپ بکنیم. پس هر پوزیشنی که باز میکنید اینجا با ریسک ریوارد کم باشه، انتظار ریسک ریوارد بالا نداشته باشید، ولی نقاط حساسی مثل 6.999 شکستش باعث یه حرکت صعودی میتونه بشه. اوکی؟ توتال لو هم که هیچی نقطه ورود نداره. اتریوم پوزیشن شورتش یکم میاد پایین‌تر، شکست $2233 در صورتی که ETH BTC ما هم ریزشی باشه و کندل قرمزی بزنه، میتونیم پوزیشن شورتشو باز کنیم. ویدیو امروز اونقدر طولانی نمی‌کنم، آلت کوینا رو در حد یه چک کردن ببینیم که امروز نقطه ورود کدومشون بهتره. BNB فازه بدی نداره بعد $680. TRX شکسته حرکتش انجام داده. دوجو من خودم ترید نمی کنم، ولی اگه به اینجا واکنش نشون بده کف بالاتر بزنه 11403 نقطه ورود خوبیه.
ADA نقطه ورود نداره. بیو کف بدی نیست. 435 HUSCT و سیو سودتون انجام بدید لطفاً و بذارید جیبتون تا از الان به بعد بتونید پوزیشن‌های ریسکی تری با هم دیگه باز کنید. اچ بار نقطه ورود نداره. رندر اتفاقی که میتونه برات بیفته، خط روند داری. اگه از خط روند ریجکت بخوره بیاد 1.827 بشکنه که پوزیشن شورت. اگه نه، به خاطر اینکه روند پشتش هم سعودیه با یه کندل خوب، کندلی که شکل و شمایل خوبی داشته باشه مثل این دیسیژن کندل اینجا رو بشکنه، نقطه ورود خوبیه. نقطه ورود خاصی نداریم. همین. هر سوالی هست بپرسید. کوین درخواستیتون رو بهم بگید، توی کامنت ها برام بذارید، انتهای ویدیو بعد و به اون اختصاص میدیم. همین. امیدوارم حالتون هم هر جا که هستید خوب باشه و با امید روزهای بهتر.